سلام به شما دوستان و رفقای عزیزم، حالتون چطوره؟ من نوید هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید با من. امروز اومدم با بازی کشتیگرج 2023 و یه مسابقه خفن، قسمت دوم مسابقات بانوان اومدم امروز واسهتون به نمایش بذارم و امیدوارم لذت کافی رو از این ویدیو ببرید، چون که یه مسابقه خیلی خفن، اول خفن، دوم خوشگل و سوم زیبا رو در نظر واسهتون گرفتم که عالیه. و اینکه حالا کی در مقابل کیه؟ اگه گفتین شوتزی در مقابل ریا ریپلی، شوتزی با اوورال 75 و ریا ریپلی با اوورال 90، یعنی یه دونه ضعیف در مقابل یه دونه قوی. حالا ببینیم کدومشون برنده میشن. و بازی هم که سختیش روی هارده، داخل رینگ راو هم هست بازی. این که بریم ببینیم که قراره چه اتفاقی بیفته. بزنید بریم واسه شروع بازی. خب دوستان، مسابقه شروع میشه. شوتزی یه ضربه به زانو به ریا، یه ضربه دیگه. حاجی شوتزی نسخه 2023 خیلی قشنگتر از بقیه نسخه هاست، یعنی حتی 2024 2025 اومدن موهاشو تیغ تیغی کردن، اصلا یه آرایش زشتی واسهش گذاشتن. حالا یه روز یه قسمت چه واسهتون میذارم، یعنی یه مسابقه ازش واسهتون میذارم و ببینید چه شوتزی الان ساختن. شوتزی 22 23 اینا قشنگترین نسخه های شوتزی بوده، ولی اوورالش پایین بوده متاسفانه. حالا ریا منو میفرسته گوشه تاپ رو، گوشه رینگ. بدل هم نداریم، الان بدل داریم. یه ضربه به شکم ریا، ریا افتاده روی زمین. بخواب بابا. یه ضربه به صورت ریا با لگد. یه ضربه با سر زانو به کله ریا. ریا میفرستیم سمت تاپ رو، برمیگرده. حاجی چرا نشد؟ حالا شد، حالا که دیگه کار از کار گذشته، این درست شد. یه دونه ضربه به دست ریا، دست ریا رو گرفته. حالا ول میکنه دست ریا رو. بابا یه ضربه میخوام به کلش بزنم، چرا به سرش میخوام بزنم؟ چرا این دستشو میگیره؟ لچ کرده انگار امروز شوتزی با ما توی این ویدیو خوشگل و جذاب. ضربه بدل میکنه، حرکت ریا رو بدل میکنه. حالا ریا هم حرکت من رو بدل میکنه، میره واسه کاور. وان اصلا نمیذاره شوتزی، به وان نمیرسه. یه ملق توی شکم شوتزی. شوتزی بدل نداره، خودش خبر نداره بدل. یه ملق حالا به کمر ریا، یا از رینگ داره خارج میشه. شوتزی میره بالای تاپ رو بپر روی ریا ریپلی، میپر روی ریا. الان هم وارد رینگ میشه شوتزی و خوشحالی میکنه. این چه خوشحالی، خوشحالی میکنه شوتزی. ریا وارد رینگ میشه. یا بس دیدیتی پرشی میزنه. یه ضربه با سر زانو و نوک زانوش به سر ریا ریپلی. بخواب بابا اسکول. اولی تاپ رو میپریم روی ریا و جا خالی میده
قرمسا. معلوم نیست داره با ما معلوم نیست داره با ما چیکار میکنه. ببخشید. میره واسه یه پین و نمیذارم کیک اوت میکنم، حتی نمیذارم داور یک رو بشماره. بدل کن لعنتی. حالا یه بدل بخواب دیگه. آها حالا حرکتمون انجام میشه. حرکت سرزانو بدون ملعب. سیگنیچرمون پره. بریم واسه یه زدن سیگنیچر. نه خیلی زوده. حالا میزنیم سیگنیچر. اسم سیگنیچرش رو بلد نیستم ولی سیگنیچر خیلی خوشگل از شوتزی دیدیم الان. پاشو ریا پاشو که توی مسابقه قرار دهنت سرویس شه. پاشو. شوتزی همینطور خوشحالی میکنه بالای سر ریا و میگه تو هیچ عددی واسه من نیستی ریا، کم و زیاد نکن. درست اوورالم 75 ولی خودم خیلی بیشتر اینا قدرت دارم. یه دونه سوپلکس از بغل. میفرستیم سمت تاپ رو برمیگرده. بخواب بابا. یه مش توی شکم ریا و میافته روی زمین. کله ریا رو شوت میکنی. بازم دو سه تا ضربه به سر ریا. ریپلی دارم یه کاری میکنم سیگنیچر دوم من پرشه. ریا میافته روی زمین. یه حرکت خیلی خوشگل. جفا میره توی شکم ریا. ریپلی. ریا از درد فوت میکنه. حالا یه بدل. خوشحالی میکنه ریا. یه بدل از شوتزی. یه حرکت همین که رای مستریو میزد 619 بود. چی بود؟ یه دونه از این حرکت ها میزنه شوتزی. نمیدونم اینو از کجا یاد گرفته. خب سیگنیچرمون الان پره. سیگنیچر بزنم. میذاره ریا و سیگنیچر بخواه. یه سیگنیچر واقعا سیگنیچر خوشگلی داره شوتزی. خیلی سیگنیچرش قشنگه. دوست دارم سیگنیچرشو. خب از رینگ میره بیرون ریا. بیا تو میفرستیم ریا رو داخل. بریم واسه یه اولین فینیشه. اگه بدل نکنه اولین فینیشه. میریم واسه یه فینیشر دوم. این هم فینیشر دوم و یه فینیشر دیگه واسه هم مونده و دیگه بعدش بازی هر جوری شده تموم میکنم. شاید هم تموم نکنیم. این هم فینیشر سوم از شوتزی. بازی 3 ستاره و نیمه. بعد حالی نکته جالب سلامتی شوتزی هم کامله. ریا کلن از نفس رفته. اصلا نه خون داره نه جون داره. هیچی نداره. جالبیش اینجاست. بالاخره این حرکت ما میشه و بک بریکر میزنه شوتزی.
بنازم. آفرین. یعنی نیم وجب دخترها همه کاری داره تو رینگ میکنه. جفا میره توی شکم ریا. ریا جونش هم نگاه کنید اون پایین، سرش قرمز شده، بدنش نارنجیه، ولی ضربه هنوز به پاهاش نزدیم. آره شوتزی همه جای سالمه، فقط بدنش کوچولو زرد شده. بعد دیگه چیزش هم که کامله، سلامتی و جونش هم که کامل سبزه. مثلا یه دونه هم دست نخورده. دیگه بریم واسه یه پایان مسابقه. بشمار وان تو. چه زاویه دید بدی داشتیم، کاش زاویه دیدمون بهتر بود. لعنتی سگ تو روه داور. ما هر مسابقه داخل کانال گذاشتیم، این داور پدر سگ مزاحم دید ما بوده. وان تو تیریو نمیذارم بگی چون فینیشر دارم. نمیذاره بزنم، عیبی نداره. این همه من زدم یه ذرم اون بزنه. ما چی داره میزنه؟ فینیشر داره میزنه. فینیشر واسه کاور نمیره، الان میره واسه کاور. داور میشماره. تو کیک اوت از شوتزی. این همه فینیشر زدم، سیگنیشر زدم، این همه زدمش، حالا پا شده میخوام منو بزنم. بخواب بابا، کلن یه سیگنیشر و یه فینیشر خرجته. ریا اذیت نکن تا من سیگنیشرم پرشه بابا. لعنتی سگ تو روه. حالا من میخوام سیگنیشر پر کنم، فینیشر پر کنم، این داره آخر کاری اذیت میکنه. تو که جون ندادی بدل اینطوری زایه میشه با باسم میای زمین. زشته. خب کارا چیه؟ ببین دیدی تی بخواد. یه سیگنیشر دارم یه فینیشر دارم. الان فینیشرمو میکنم دوتا، هیچ غلطی هم نمیتونه کنه. اینجا رو باش. این سیگنیشرم میریم واسه فینیشر، میریم برای فینیشر، همین رو پین میکنیم. وان تو تیری و تمام. برنده این مسابقه کسی نیست جز شوتزی با اوورال 75. یعنی یکی از ضعیف‌ترین بازیکنانی بود که من داخل کانالم گذاشتم. و اینم از قسمت دوم بازی اینم از قسمت دوم کشتیکج بانوان داخل بازی WWE 2K23. امیدوارم که لذت کافی را از این ویدیو ببرید دوستان. بزنید بریم واسه یه پایان ویدیو. خب دوستان عزیز، خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از قسمت دوم کشتیکج بانوان داخل بازی کشتیکج 2023 خوشتون اومده باشه و این مسابقه خیلی مسابقه جذاب و خفنی شد. واقعا خودم از این مسابقه لذت بردم و دوست داشتم این مسابقه رو. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید از این مسابقه. خب دوستان، لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره. حتما زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیوهای جدید رو گذاشتم شما که بیننده این ویدیو هستی اولین نفری باشید که مطلع میشید از این ویدیو جدیدی که من گذاشتم و زودی میپری میای نگاه میکنی ویدیومو. دمت هم گرم مشتی. و این که صحبت آخر، ممنون که تا اینجا ویدیو من همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.